روز بخیر دوستان عزیز. اینا قرطه سونیا رام دوختم پاچکش کتی نمیخلی نگو اونا بوده که بی پیستاله دیوتای برانگی بچه ها برین نکو او پرونک کی دا بوده که شو پرونک دیگه همه جای خونه رو پری او که دوستان عزیز نمیگی در اینجا دوستای عزیز ما قطع سونیا برومدیم فریزه و محوش کتی اکش موندیم استاک در محکم کردیم و گرختیم من نمید دهقان بازار اومدیم ای خونه و قدور هم نیسته یاد پرادکت در کار بود من میرم گفتم سونیا هم بیام هم کتید برم گفت نیم خیلی رفتیم در اینجا همه چی محصولات های قیمت کارتوشکا 5 سومون پیاز 2.5 خیلی همه چی قیمت تخم میوگی را سنش نگاه کرده نمیشه کلوبنیک 25-23 نم خیلی ارزونش پامیدور کم تر یا دوستم ارزون شده من خیلی پامیدوری او دورک بوده در اینجا اینجا تا گرفتیم بسیار نیود دونه گرفتم کلون اما ما اینیم کلو زیاد برامد در اینجا سونیا کاکوس دیده یکی کاکوس بوده اینجا هم میوگی خوشرو همین تماشا کنی و را سونشون رفته نمیشه ارزونش نمو مندرین 22 سون اینجا با اومدیم ما گرخته بودیم اینمی اینا اومدیم خرید کردیم یک دوچه هم دهقان بازار همه چی قیمتی دوستای عزیز ما این روز باید کنکورس جنبست میکردیم کنکورس جنبست نکردیم ای سببه که کارم بسیار بود نصیب انشالله که پگه جنبست میکنیم غالیبا را معین میکنیم در همین ایدی رمضان یکی تورد نصیب شون میشه توردش میکنیم نه گلوس در دیگه جو کلانترش 30 سوم خیر ما 15 سوم گرفتیم یا دهقان همه چی قیمت خونی است ما 50 درم داده سکشم شیر 5 سوم یا لیتر نداشته یا لیتر بگیریم گفتیم 2 تا نیم لیتر گرفتیم فریزه نان خورده ایسا بود ما گریختیم نمیخیلی رفته آمده در اینجا باشم شمال باران ما ای طرفی بازار اومدیم دیگه یک تا نیم تا باران زده ایسا بود و دیگه باران سخت زد هم شمالش بارانی سیلی زد بگیم در طرف های قشلاق در طرف های خونه اوچمشون جولا زده همه چی را زده میوگی و توتور انگورو را هم را زده ریزونده با فکر مثال یگان میوه نمیشه ایدم قیمت میشه همه ای میوگی و همه چی در بازار در اینجا خواستم کم ترک شکر کنم برای بگه ها اینم خیلی اینجا فریزه ایستادگی لودانش پر وظیفه میکنه چی در اینجا گفتیم کم ترک برای بگه ها تیار کنیم شکر ها و جا اوقات کدگی بدیم فریزه فقط قطیمه چشیده نکه فقط دمدمی ما میگرده همه چی را میچشه بیا چه بچشم گفته فقط میچشه نمیخلی با پامیدورش میخورم میگه حتما دوستان عزیز اگر ساعت 11-12 البته که افیر میکنیم یا که اگر او وقت نشود ساعت 14 میکنیم 4 بگهده
بعد جمع بس میکنیم و نمی خیل در اینجا ولوگ با پایان میرسونیم. تا ولوگ آینده در پناه خدا باشید.